سلام. سلام. چطورین؟ چه خبر؟ بچه‌ها ما الان داریم ساعت 8 رو صبح با آقای نوروزیان به همراه خانم جواهری میریم به شمال. یه سفر یه روزه بعد از مدت‌ها بریم که ذره خستگی مدت که خیلی کار داشتیم از تنمون در بره. بله. و امیدوارم که کلی خوش بگذره، هم به ما هم به شما. به شما. از اون برم داریم میریم وسط جنگل کمپ کنیم. شبت بزنید بریم زودتر که اشمحال به راه، پیتزا به راه، بریم که کیف کنیم. مرسی که هستی. مثلا داریم میریم شمال. رسیدیم بیدارت میکنم. رسیدیم صبحونه بخوریم. نگین جان هنوز خواب. نگین خوش صبحونه بریم بزنیم. نرسیدیم وسط راه وایسادم اینجا صبحونه بخوریم. خوب خوابیدی؟ ساعت خواب. خب خانم جواهری، از خواب بیدار شدی اومدی همچین جایی، چه حسی داری؟ نوشه جان بچه جای همه تو خالیه. ما رسیدیم. بچه ها چه هوایی، چقدر سرسبز، خیلی خوبه. هوا هم نه سرده نه گرم، قدیم مدیترانه. گرمه با من خیلی گرمم شده الان. شیششون بالا بخاری هم روشن، ولی بیرون هوا خیلی خوبه. ولی هوا عالی. آسمون آبی. براتون ویدیو گرفتیم میذارید خودتون ببینید هوا. جای همتونم خالیه. خیلی خالی. خب ما اومدیم ویلای حسینینا، ماما باشم اینجا دیگه. اومدیم ماشین رو بذاریم. حسین داره وسیله جمع میکنه، پاترول رو برداریم و وسیله هم حسین داره جمع میکنه که دیگه بریم واسه یه کمپ بخفن. خسته نباشید. داری تو ماشین رو میچینی؟ آره دارم وسیله رو برمیدارم که دیگه رفت وسط جنگل چیزی لازممون نشه که نداشته باشیم. دست شما درد نکنه. بچه ها شما تو این ماشین همه چی هست، یعنی شما تا شارژر آره بزن. الان این دوتا فندکی ها سقفم چراغ داره. اوه دیدی؟ بالا رو نشون بده. اینجا چراغ داره. برو تو آها اینجا روشن شد. یعنی این تو این ماشین همه چی هست. حالا اینو کی درست کرده؟ بابای شما. 0 تا 100 بیا 0 تا 100 خودش طراحی کرده. دیگه همه چی برداشتی دیگه. بچه بذارید نشونتون بدم. اینجا منبع چوبه. نگاه کن همه رو برش زدیم خودمون. ببین گرد. بیا بریم دیگه بریم. سوسکی کجا میری؟ من نمیدونم همه چوب بخواد چیکار بکنم. هر کدوم میخوام بردم. نه بیا اینو بردم. تا رفت من نفت بره من چوبا رو پیچوندم. خب الان میاد میبینه. نه الان میرم بالا قایمش میکنم. بچه ها نگاه کنیم پاترول حتی اینجاش آبم داره. ناهار چی داریم؟ من نظر رو همبرگر آتیشی. به دار میگیری؟ بچه ها گفتم رفته نفت بیاره چوب بردارم یواشکی. رفت اون بالا به بهونه که بذار ببینم بچینم این سوراخ داره. این چوبا رو من میبرم دکوریه، حالا نمونه‌هاش هست بعد میتونش بگیرید. چوب دکوری میخواد بسوزونه من چی درست میکنم.
همین یه چوب بهتر بهش میدم که بشینه. خب بیا دیگه، تو علمشو نداری. نه اصلا بچه‌ها خریدارم کردیم. خانم جواهری سلام. خریده انجام شده. بریم خریدای من دیگه بوده ببریم نوروزیان. بریم نظرم که اینجا درست اونجا کرکسی ماشاءالله بودن. آره اون الان تبر رو میارم. این واسه چاییمونه. این توه بزنم تو چیا داریم. این داسمونه. این برای چای ماییه. بذار کنار. بده من تبرم میدم. یکی دیگه نمیخوایم. اینم یه دیگه تبره. فقط دستتو نزنی. یا اول فصل. عالی بودی، عالی بودی، عالی بودی. دیگه ادامه نده به نظرم. ببین این چوب از این ور شیار داره، با تبر نمیشه. این چوب میذاری اینجا، از اینجا. آروم مواظب باش. اوه یو ببین همش راه داره. الکی زور نباید بزنی. آکن بذاری میشه دیگه. خیلی چوبه شکست. آفرین. اینم که نمیتونیم. نه تبرمون کوچیک نیست. چوبامون بد چوبیه واسه تبر زدن. اره برد اره کنی؟ بین اره کن. اول اره رو بده پایین. نوکشو نوک این نه بلند شد بگم این نه این نوک از زمین نوک رو بده پایین. اینجوری از اینجا اینجوری اره کن. خوبه در آینده یه چیزی میشی. بذار باید تمرین کنی. باریکلا. خب اوکی. کاوه رو دیدی؟ آره. بذار دوربین اونوری کنم بچه ها ببینن. کاوه رو ببینید. طبیعت رو ببینید. خب بریم ادامه کارم. پاشو. عالی بودی. مرسی.
علی. من آتیشو بزنم. آها چی شد؟ فدا سرت عزیزم، ترسیدم. الان یه رمز میزنم. اینم از آتیشمون. حالا من نمیدونم چرا آویزش ویدی گرفتم این وسط. آره تا آتیش درست بشه دستامون رو بشوریم و من کباب و گوشت رو به سیخ بکشم. سینی آوردی؟ بله. اینه؟ آره اونه. من 4 تا سیخ گوشت رو چجوری بذارم این تو؟ دیگه نگفتی چی بیار. زمینی های اسرورم رو. خب باش. چه آتیشی شد بچه ها اینجا رو. بله. وای وای وای. یواش یواش یا بچه مراقب باش عشقم. اینا رو نگاه کن، منو چجوری نگاه میکنن. چرا اینجوری منو نگاه میکنی؟ آدم نیدن. سفره کو؟ سفره همون تونه. اینجور؟ آره. من یه ذره فضا رو بچه ها نشون بدم. خیلی قشنگه اینجا. اینا رو بشورم. چیا رو؟ اینا رو. اشتباه زدم. 2 تا گوشت یه دونه دنبه. من چیکار کنم؟ شما لذت ببر. قربونت برم. خب رسیدیم سر عذاب و آتیش. آماده ای؟ بله. بیارم؟ آماده شد؟ بیا. بله. واو. این برای من، این برای شما که بیشتره. دست شما بزن درد عشق نکنه. کنیم. بعدش هم میخوام آبجوش بزنیم، چای آتیشی رو بزنیم، عشق کنیم. دست شما درد نکنه. I love you. من یه نوشابه رو من برای خودم باز کردم، برای تو رو باز نکردم. اینجا رو نگاه کن. خب بریم سراغ چایی که با این آتیش قشنگ جوش اومده. وای سرده. الان آتیش زیاد میخوام، بذار این چاییه رو بذارم دیگه، چون چای خشک نهی بردیم. آره نوشابه هم سرد بود. آره بدتر شد. الان یه تمام اینا هم میره آشغال. یه ذره این چاییه با اون دم بکشه، با اینکه نپتونه بذاری ذره رو آتیش باشه که بوی دود آتیشو بگیره به خودشو، یه چای آتیشی بشه. چای آتیشی بشه. خانم جواهری نگین جان چایی رو ببین. چایی و وای چایی رو ببین. چرا قیافه من اینجوریه؟ کلامو نگاه بچه‌ها ببخشید دیگه جنگلی طوره الان قیافه هامون. چه چایی بخوریم جای همتون خواندی بچه‌ها. بفرمایید. خب ما میخواستیم بیشتر بمونیم، قرار بود تا
حداقل 5 و 6 بمونیم، ولی انقدر سرد شد. سرد، آبریزش بینی و عطسه و خیلی دیگه میتونه سرما بخوره. حسین که فکر کنم حساسیتش اوت کرده، منم که من که صدام عوض شده. آره صداشم عوض شد دیگه. گفتیم وسیله ها رو جمع کنیم زودتر بریم، زودتر راه بیفتیم به سمت آره. تهران که فردا کلی کار داریم. ای جان حسین پلاستیک هم یاد باشه ورداریم. باد زده رفته اونجا. آی چه هوایی، چه ویوی، ویو را. بیا آقا چجوری آب بخوره. بیا اینجا، بیا بخور. بیا بیا. نمیخواد آب، تشنش هنوز نیست. گشنشه، هنوز نون میخواد. امروز هم که دیگه تموم شد. امروز به پایان رسید. آره کاش تموم نمیشد. خیلی خوش گذشت. دست درد نکنه. فدات شم عزیزم. دمت گرم. مرسی عشقم. جیگر منی. ماچ بهت. فدات شم. دیگه اگه میبینین شب شده به خاطر اینکه ما دیگه رفتیم پیش مام بابای حسین. یه حسین چند تا کار اونجا داشت دیگه، تا وسیله ها رو جمع کردیم و وسیله ها رو گذاشتیم سر جاش و اینا. دیگه زمان برد، دیگه خورد به شب. ولی دیگه ان شاءالله یه 2 ساعت و نیم دیگه هم تهرانیم ان شاءالله. آره دیگه. دمتونم گرم، مرسی که حمایت اون میکنین دیگه. انرژی مثبتی آره، که میفرستین. آره واقعا کامنت‌های خفنی که میذارید مثلا بهمون انرژی میدین. انرژی میده واسهتون بیشتر ویدیو بگیریم، بیشتر ولاگ بگیریم، دقیقاً. کیف کنیم، کنار هم باشیم، عشق کنیم. ممنون ازتون، خیلی دوستتون داریم. داریم. خداحافظ.